سلام بچه عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم حال دلتون خوش باشه. دوستان گرامی، امروز داخل این ویدیو میخوام گیلد بلک بند و اعضای گیلدشون رو نشونتون بدم. بعد اینکه دوستان برای اینکه به گیلد بلک من بیایید باید قوانین رعایت بشه. بچه‌ها من آشنایی زیادی ندارم و اینکه فقط چند نفر میشناسم که میتونم بهتون بگم. گیلدم که کلا یه دونه جامونه پر بشه. حالا برای عضویت هم میتونید پی یزدان تو تلگرام برید و تست بدید. تو واتساپ هم گروه دارم فکر کنم. و این که بچه‌ها لیدر گیلدم که حسین امیل داشت، امیل گله و چیز خاص دیگه ای هم نیست که بهتون بگم. بیشتر گیلدم که پی سی پلیرن و یوتیوبر. و بچه‌ها خلاصه اینجور بهتون بگم که گیلد خفنیه و آره دیگه. شرایط ورود به گیلدم که بچه‌ها واتساپ گروه دارن و هر از گاهی اونجا تست میگیرن. حالا بهتون میگم. بچه‌ها بریم اعضای گیلد رو نگاه کنیم با هم دیگه. این که داشت امیر گله M6 به نظرم هدشات ریتاشون هم ببینیم. چک کردن 51 78 آقا به نظرم M6. این هم که بچه های یزدان تستر گیلد بلک بنده داشت یزدان گل. آقا ببینیم چه کرده. 45 48 79 به نظرم. اینو نمیدونم بچه کیه، نمیشناسم کیه این ماهان. بچه ها یه ماهان میشناسم ولی نمیدونم اونه یا کیه، نمیشناسم. داداش امیل گل، آقا حسین امیل ببینیم چه کرده و بنازم بابا. آره خداییش 77 52 81 دیگه. بچه همتون حسین امیل باید بشناسین دیگه. اینو نمیشناسم کیه. کوروش نمیشناسم. اینم نمیشناسم. آقا البرد داریم اینجا به نظرم. داداش البرد گل همتون میشناسید فکر کنم. 35 فکر کنم دبل میزنه، نمیدونم. 94 آقا بنازم. نمیشناسم اینو. اینم که نمیشناسم. اینم نمیشناسم. ابول ایکس نمیدونم. و اینکه محمد لوز داداش چی هست. 7 رو داریم اینجا بچه ها. داداش 7 گل ببینیم چه کرده. 62 45 94 بنازم. داداش 7 مکس ایکس ایکس نمیشناسم. فدایی بنازم. آیدین ماهان داداش چند تا محمد ایکس رو داریم اینجا بچه ها. محمد ایکس نمیشناسم ولی فکر کنم میشناسم. بعد اینکه آلونو داریم اینجا. کانیکیو داریم. داداش چی هست نمیدونم. بچه ها توبی هادی 69 خودشه. آره هادیو داریم اینجا بچه ها. ببینیم چه کرده. 84 بنازم آقا. 29 91 آقا عالی بنازم. کل اعضای گیلد بلک بند اونایی که میشناختم بچه ها بهتون نشون دادم. بیشترشون نمیشناسم ولی خب بچه ها همونجوری که گفتم شرایط ورود به گیلدم که واتساپ گروه دارن و هر از گاهی اونجا تست میگیرن و قبلش هم اعلام میکنن بهتون. لینک گروه واتساپ هم که توی کامنت ها پین میکنم، میتونید وارد گروه بشید و هر وقت تست بود تست بدید. اینکه آره دیگه. خب بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت کافی برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.